شاهنشاه فرموده‌اند اگر دستم را ببرند سند تجزیه آذربایجان را امضا نخواهند کرد. خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم. امروز مصادف است با 77مین سال روز نجات آذربایجان که با عنوان 21 آذر نیز در حافظه تاریخی ایرانیان به عنوان یک کامیابی بزرگ ثبت شده است. روزی که پس از 1 سال قرار گرفتن آذربایجان در آستانه گسست و جدایی از خاک ایران به همت و توانایی برخاسته از اراده یکپارچه ملت و دولت به دامن ایران بازگردانده شد. سترگی و بزرگی این کامیابی تنها در آینه وضعیت نابسامان کشوری قابل رویت و ارزیابی است که از سال 1320 در اشغال نیروهای متفقین و قدرت‌های بزرگی چون انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت و خلاف امضای پیمان سه‌جانبه میان ایران، شوروی و انگلستان مبنی بر تعهد این دو کشور به خروج نیروهای نظامی خود از ایران پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، شوروی نه تنها به روش‌های گوناگون از اجرای تعهد خویش سر باز می‌زد، بلکه به یاری مزدوران خود در داخل ایران و در نقاط مختلف کشور به آشوب و ناامنی بیشتر دامن زده و در نهایت جدا ساختن آذربایجان و همچنین کردستان از ایران را طراحی و به دست عوامل خود به عرصه عمل سپرد. در آستانه فرارسیدن موعد خروج نیروهای نظامی متفقین از ایران، شوروی به یاری حزب توده و به پشتیبانی از فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشوری و با تشکیل دولت فرقه و تجزیه آذربایجان سال 1324 را برای ملت ایران سالی سخت ناگوار ساخت. در این باره از زبان پیشوری می‌خوانیم: پس از مذاکرات مفصلی که 3 روز تمام میان من و شبستری و صادق پادگان ادامه داشت، بالاخره تصمیم گرفتیم فرقه دموکرات آذربایجان را ایجاد کنیم و قبل از همه صادق پادگان را مأمور کردم تا با رؤسای حزب توده و اتحادیه کارگران آذربایجان وارد مذاکره شود و مقدمات الحاق آنها را به این فرقه فراهم آورد. روز 12 شهریور بیانیه معروف فرقه را صادر کردیم. در این بیانیه 2 ماده که یکی مربوط به زبان ترکی و دیگری مربوط به خودمختاری آذربایجان بود، در بین فارس‌ها و طرفداران آنها اثر سویی کرد. آن اثر سو در میان سایر ایرانیان بیش از هر امر دیگری برخاسته از مواد اول و 4 اعلامیه مزبور بود که هیچ معنایی جز نیت فرقه دموکرات در محو زبان فارسی و آثار ایرانی و تجزیه آذربایجان نداشت. در وصف آن اثر ناگوار بر ایرانیان در کتاب قائله آذربایجان نوشته خانبابا بیانی می‌خوانیم: پس از انتشار متن اعلامیه کنگره آذربایجان، گویی که ایران و ایرانی در شعله‌ای از آتش سوزان فرو رفت. دلها از فرط تأثر و غم و اندوه به تپیدن افتاد و با از دست رفتن خطه زرخیز و آباد و سرسبز پر افتخار آذربایجان و بدنی که سر او را از تن جدا کرده باشند، اشکها از چشمان فرو ریخت. زبانها و قلمها نظما و نثرا از گوشه و کنار کشور پهناور و باستانی ایران به کار افتادند، از جمله چند بیت زیر از قصیده شادروان مهدی حمیدی که گویی از مکنونات قلبی قاطبه ملت ایران سخن می گفت. ما به آذربایجان نرد وفا می باختیم، عشق تا بود و دل والای آذربایجان. جان من با جان آذربایجان هم ناله بود، وای ایران وای ایران وای آذربایجان. گر نبودی دست نامحرم در این غوغا پدید، سر نهادم بر سر غوغای آذربایجان.
گر نبود از مجلس تبریزی ملی حدیث، جان ما بود و دم بویای آذربایجان. گر نبود از انحصار لهجه ترکی سخن، ترک و تاجیکی نبود الا آذربایجان. این علامتها نشان دشمن و بیگانه است. بشنو از من این سخن آی آذربایجان. چشم ایران با امیدی خیره در این تیرگی است، بر شب آبستن و فردای آذربایجان. و خان بابا بیانی در ادامه وصف آن روزگار دشوار در کتاب خود می نویسد: هر یک به فراخور حال این ضایعه اسفناک را به فلک و ملت ایران تسلیت گفتند. در اینجا موقع را مغتنم شمرده یکی از دهها خاطرات خود را طی 80 سال زندگیم که خود حاضر و شاهد و ناظر آن بودم در این دوره تاریک و غم‌افزا متذکر می شوم. جریان این خاطره از این قرار بود: با اینکه در آن زمان شاغل مقامی نبودم و تنها شغلم استادی دانشگاه و معاونت دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی بود، با همسرم به محل دانشسرای مقدماتی در خیابان روزولت دعوت شدیم. در این مجلس شاه ایران محمد رضا شاه که تازه به تخت سلطنت نشسته بود، با تمام هیئت دولت و مقامات عالی رتبه مملکتی و سران سپاه و افسران بلندپایه حضور داشتند. در این زمان صدرالاشراف نخست وزیر بود. مذاکرات تماما در اطراف آذربایجان و وقایع شومی که در آن سرزمین می‌گذشت، مخصوصاً اعلامیه کنگره آذربایجان دور می‌زد. نخست وزیر و مسئولین امر هر یک ضمن گزارش‌هایی که می‌دادند، پیشنهادهایی ارائه می‌کردند. جلسه ادامه داشت. در موقع رفتن شاه ناگهان آوای موسیقی برخاست و با سرود ای آذربایجان شروع می‌شد و به وسیله شادروان فقید دانشمند حسین گل گلاب استاد دانشگاه سروده شده بود، توأم با موسیقی شروع به خواندن کرد. شاه و حضار در مجلس گویی در جای خود میخ کوب